سلام، اومدم پیاده روی. ببخشید ما به هم ریخت، چون باد داره میاد، هوا خنک شده. منم لباس نامناسب پوشیدم. امروز صبح که پوشیدم یه اتفاق ناخوبی افتاد. بعد اینطوری شدم که وای من چقدر بدبختم و از این حساب. بعد یاد یه پست اینستاگرام که دیده بودم افتادم، این که شوک‌گذاری میتونه همه چیز رو تغییر بده. بعد همون لحظه سویچ کردم، گفتم بابا ول کن، بیخیال، تنت سالم، هر مشکلی باشه میتونی حل کنی، ول کن. یادت بیاد یه سرما میخوری چقدر داغون میشی، همه چی به هم میریزه، احساس ضعف میکنی، حلش میکنی. خواستم به شما هم بگم، ببین اصلا انگیزش موفقیتی نیست، یه واقعیته. پیاده رفتی رسیدم به خرید، اینقدرم شلوغه، نمیدونم صدای ملت بیرون میاد یا نه. ریختن جالبه، پایی تو سیب تزدی میشه. منم ترسام، مثلا اشکال نداره. این لباسه که این جلیقه طوری وست، البته الان دیگه جلیقه نمیگن، میگن وست. نظر خودم بدی نیست. مقیله لباسا روش از اینم نشم اومد، مشکیشم داره ولی سفیدش، یعنی من سفید خب خیلی دوست دارم. قطع نرم مالویی و باخره خیلی نرمه. خیلی پروب مانگو خیلی کوچیک بود، مثلا احساس کنم نمیتونم لباس رو ببینم، ولی حالا اینکه لباس خودم، ولی اینجا چنده پروبش بزرگتره، حس راحت تری دارم موقع امتحان کردن لباسا. حالا یه چیز بگم، اینکه اصلا من میام لباس میرم که نمی‌خرم، میرم جای مختلف نگاه میکنم، ببینم چی ارزون‌تره، چی به دردم بخوره، عکس میگیرم، بعد میرم خونه تازه فکر میکنم، بعد اگر خواستم آنلاین قسطی خرید میکنم. یعنی من خیلی خیلی کم پیش میاد که لباس بگیرم و اصولا هم لباسام کمه، برای اینکه آدمی هم که خیلی به موضوع اعتقاد دارم، مثلا تو زمینه لباس. از این کمبینه وارد ترکا خوشم اومد. این جاکته، یه تیشرت سفیدم که هم به در همه چی میخوره. هر اینکه قدش کوتاست، ببینم هر اینکه قدش کوتاست میدونم چطوری. بالاخره رفتم موجه گذاشتم. حالا حس واقعا چیز دارم، حس یه چیزی روی یه لایه روی چشمه، دیگه نمیدونم چند روز تحمل کنم. آخرین باری که موجه گذاشته بودم فکر کنم 13 سال پیش بود. از این موجه یه تیکه برای عروسی گذاشته بودم که اونم 2 روز رو چشم بود. حالا ببینم اینو چقدر میتونم تحمل کنم. این لباسم از چیز گرفتم، از H&M گرفتم، پیرنه. حالا عکسش تو تنمو میذارم براتون. واقعا نمیخواستم بگیرم، ولی انقدر همه گفتن بهت اومده که گرفتم. که من فصل خریده هاست، چیز میاد لیتونتون کارگاه میاد. اینا رو خواهرام سفارش دادن، روژه کیکوه. باز کنیم ببینیم یکی شد چطوریه. این شماره 102 از این بر باز کنیم ببینیم چطوری هست. آی چقدر خوش رنگه، اینجوری بگیرم رنگش خیلی قشنگه. من معمولا شبا فستم، از ساعت مثلا حدود 6 چیزی دیگه نمیخورم،
مگه اینکه یه شیرینی وارد خونه شه. یعنی میتونم قشنگ در مقابل غذا مقاومت کنم، ولی در مقابل شیرینی اصلا. یعنی اینطوری هم که از اعضای خانواده خواهش میکنم لطفا کسی چیز شیرین نخره، یا اگه میخره قایم کنه که من نبینم. واقعا به طرز عجیبی چیز شیرین رو دوست دارم. البته هر چیز شیرینی نه، ولی خب اکثر چیز شیرین رو دوست دارم. این ساعت هم که میشه مثلا حدود الان ساعت 9، برای اینکه حالا مثلا هم دیدین آدم انگار بیکاری یه جوری خوش گشنگی میاره، یه دونه قهوه میخورم معمولا. گفتم من معمولا کپسولامو از آمازون میگیرم، کپسولای خود این دستگاه نسکافه دولچه گوستو. تو حالت معمولی کپسولای ارزونی نداره، ولی من از آمازون که میخرم تخفیف دار میگیرم، به خاطر این برای من مقرون به صرفه در میاد. الانم جاتون خالی. کاپوچینو. صبر میکنیم تا آخرین قطرش هم بیاد، یه وقتی اسراف نشه. البته اینم بگم مثلا میگم کپسولش گرونه، خب من معمولا نیمه دوم سال فقط چیز میکنم، کپسولاشو میخرم. نیمه اول سال هوا گرمه که خب طبعا کسی قهوه نمیخوره دیگه. میگم این موژه چقدر تاثیر داره، اصلا احساس میکنم که صورتم چقدر مثلا مرتب تره و مثلا اون حالت بی‌حس و حال نیستش. فقط داستان اینه که خب از این مدل است که دوستم گفت یه هفته دیگه میفته. یعنی فکر کنم مثلا بعدم خودم یاد بگیرم، چون رو من نمیشه بخوام هی مزاحم دوستم بشم، خودم برم ازش یاد بگیرم، مثلا یه موقعهایی بذارم. خوش آمده. البته اینم بگم که معنی یه رژگونه ریزی دارم، مال خواهرم امتحان کردم با یه رژ ریز، خب اونم طبعا بی تاثیر نیست، ولی خودم که احساس میکنم موجه به میاد و یه خود رنگ به صورتم داده. حالا من که خیلی هم اهل آرایش کردن نیستم، به نظرم برای من خوبه. بعد میخواستم راجع به دستگاه هم بگم، راجع به دستگاه قهوه ساز. اگر که حالا هنوز نخریدید یا تصمیم به خریدن دارید، این دستگاه اون موقع که ما خریدیم قیمت به نسبت ارزونی داشت توی دستگاه قهوه ساز، ولی گفتم کپسولش گرونه که حالا اونم میگم من تو تخفیف میخرم، به نظرم اوکیه. ولی خب اگه آدم رو دوست داشته باشن که خودشون پودر کنن و اینا، که دیگه اون دستگاه حرفه‌ای و تخصصی. ولی من واقعا چون میدونستم حوصله این کارا رو ندارم و دوستان مثلا قهوه رو میخوام همون لحظه بخورم، به خاطر همین هنوزم اگه بخوام بخرم ترجیحم دستگاهیه که کپسولی باشه.